نام خداوند متعال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه سورة الفلق. قل اعوذ برب الفلق. ای پیامبر بگو با پروردگار سپیده‌دم پناه میبرم، یعنی پروردگار که سپیده‌دم یعنی که مواجه صبح. تفسیرش ای رسول بگو با پروردگار صبح پناه میبرم و متوسل میشم. من شر ما خلق، از شر تمام آنچه آفریده است. تفسیرش از شر و آزار تمام مخلوقات. و من شر غاسق اذا وقب، و از شر تاریکی شب آنگاه که همه جا را فرا گیرد. تفسیرش و از شر شب بسیار تاریک آنگاه که در آید و نفوذ کند و از شرها و آزاردهندگانی که در آن است. و من شر النفاثات فی العقد، و از شر زنان جادوگر که با افسون در گره ها میدمند. و از شر زنان ساحری که در گره هایی که به قصد سحر میبندند میدمند. و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر حسود آنگاه که حسد ورزد. تفسیرش و از شر حسود و دشمن مردم آنگاه که بر نعمت‌هایی که الله به آنان بخشیده است حسد ورزد و خواهان دوری نعمت و از مردم رساندن آزار به آنان است.